الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا عند الأصل الثالث، معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اسمه ونسبه ونشأته. اصل سیوم شناختن پیغمبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، نام او و نسب او و نشأ و نما یافتن او، کلان شدنش پیش از بعثت و بعد بعثت. الاصل الثالث، السیوم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. أصل سيوم شناختن پیغمبرتون محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الشارح الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله تعالى: قوله الأصل الثالث، أصل سيوم أي من الأصول الثلاثة، يعني از سي أصل. لأن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في أول الرسالة أنه يجب على كل مسلم ومسلمة معرفة هذه الأصول الثلاثة، وهي معرفة الله ومعرفة دين الإسلام ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأدلة. زیرا شیخ الله رحمتش کنه در اول این رساله ذکر کرد که واجب است به هر فرد مسلمان و به هر فرد مسلمه شناختن این سه اصل، و مراد از این سه اصل شناختن الله و شناختن دین اسلام و شناختن پیغمبرش محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم است با دلیل ها. اما الاصل الاول و الثاني فقد تقدم شرحهما و بیان ادلتهما. اما اصل اول و دوم به تحقیق شرح این دو و بیان این دو با بیان دلیل هاشون گذشت. الاصل الثالث، اصل سیوم، و هو معرفة النبی صلی الله علیه و علی آله و سلم. اصل سیوم باشد این شناختن پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. لما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واسطة بين الله وبين خلقه في تبلیغ دینه و رسالته، وجب معرفته علیه الصلاة والسلام. مادامی که میگود پیامبر صلی الله علیه و سلم واسطه باشد بین الله و بین خلق، یعنی بین مردم یا که مخلوقای الله، در تبلیغ دین و در تبلیغ رسالت الله سبحانه و تعالی، واجب است شناختن او علیه الصلاة والسلام. و الا کیف تتبع شخصا لا تعرفه، وگرنه تو چگونه پیروی از شخصی میشوی، از کسی میشوی که تو وی را نمیشناسی. فلا بد ان تعرفه من حيث الاسم، باید که تو را بشناسی از جهت نام، و من حيث البلد الذي ولد و نشأ فيه، و از جهت کشور تو بار او را شناسی، اون کشوری که در اونجا تولد شد و در اونجا کلان شد. و البلد الذي هاجر الیه، و باید که و از جهتی و همون او را شناسی از جهتی همون کشوری که به همون کشور او یعنی که هجرت کرد به همون کشور، یعنی مدینه را گفته است. و تعرف مدت عمره علیه الصلاة والسلام، باید که تو بشناسی مدت او عمر او علیه الصلاة والسلام، و اقسام عمره علیه الصلاة، تقسیمات عمر او را، یعنی پیش از رسالت و بعد رسالت، و اقسام المدت التي اقامها في هذه الدنيا، و قسمهای اون مدت را که اقامها در هم مدت او حیات بسر بود في هذه الدنيا، در این دنیا. تعرفها ايضا قبل النبوة و بعدها، باید که تو بشناسی همون مدت رو که حیات پیغمبر علیه الصلاة والسلام رو نیز پیش از پیغمبری و بعد از پیغمبری، و قبل الهجرة و بعد الهجرة، پیش از هجرت و بعد از هجرت. تعرف كيف ابتدأ بالوحي عليه الصلاة والسلام، باید که تو بشناسی به او چه خیل وحی آغاز کرده شد، سر کرده شد علیه الصلاة والسلام، و متى ابتدأ بالوحی، کدام وقت یعنی که به وحی او را آغاز کرده شد، و ما هي الآیة التي
تدل على نبوته و کدام آیت است که دلالت به نبوت او پیغمبر علیه السلام میکند از آیات قرآن. و الآیت التي تدل على رسالته و باید که بشناسی اون آیت را که دلالت به رسالتی و که رسولی او علیه السلام میکند. تأتی بالآيات التي تدل على نبوته والآيات التي تدل على ارساله. باید که تو ذکر بکنی، تأتی بهانه ذکر کردن، باید تو بیاری ذکر کرده بیاری اون آیت را که دلالت به نبوت او میکنه و آیت را بیاری که وایها دلالت به رسالت او کنند علیه السلام. فلا بد ان تعرف هذا، اینا رو دونستنی تو لابد است، ضرور است. تعرف نسبه من ای قبیله، نسبی او را باید بشناسی از کدوم قبیله بودنش را. لأن العرب قبائل، چون که عرب ها قبیله و هو عربی بلا شک نیست که او عرب است. فلا بد من معرفة هذه الاشیاء عن الرسول صلی الله علیه و علی آله و سلم. انا شناختن همین چیزها ضرور است نسبت رسول صلی الله علیه و علی آله و سلم. بأن تدرس الآیات والاحادیث المتعلقة بهذه المسائل. و کدوم طریق تو اینا رو باید که بشناسی؟ و طریق درس گرفتنی اون آیات و اون احادیثی که تعلق به این مسئله های در بالا ذکر شده دارند. و تنظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعوته لأجل أن تعرف هذه الأمور عن نبيك الذي أنت مأمور باتباعه والاقتداء به. باید تو نظر اندازی در سیرت رسول صلی الله علیه و در دعوت او. به خاطر چی؟ به خاطر که تو این امور رو بشناسی نسبتی او که درباره پیغمبرت که تو مأمور هستی به چی مأمور هستی؟ به پیروی از آن و اقتدا از پس او رفتن. سپس صاحب متن الله رحمتش کند خود یعنی که به طریق اختصارا معرفی میکند همون پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و سلم رو با چنین طریق. و هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. او مراد از اون پیغمبر محمد ابن عبدالله ابن عبد المطلب ابن هاشم خطافون پسر هاشم از قریش و قریش باشد از عرب است و عرب ها از ذریت اسماعیل ابن ابراهیم خلیل علیه السلام باشد. و پیغمبر ما با آن و با پیغمبر ما از همه بزرگترین درود و سلام باد. و شارح می‌فرماید الله محافظتش کند: هذا اسمه و نسبه، همین است یعنی که نام و نسب او علیه السلام محمد علیه السلام. وله اسماء غیر محمد، او دارای با نام هاست غیر از با نام محمد. لكن اشهر اسمائه محمد، ولی از همه مشهورترین نام های او علیه السلام محمد است. قد ذکر الله ذلك في القرآن في عدة آیات. واقعا الله سبحانه و تعالی ذکر محمد رو در قرآن در چندین از آیات ذکر کرده، یعنی در 4 آیات اومده است. در 4 آیات اومده است. محمد رسول الله گفت محمد فرستادی الله است در سوره فتح. و قوله سبحانه و تعالی: و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول. محمد نیست مگر رسول به تحقیق از او پیش رسولان گذشتند. سوره آل عمران 144. و قوله تعالی: ما كان محمد ابا احد من رجالكم. محمد پدر کسی از مردان شما نیست. سوره احزاب 40. و قوله تعالی: والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اون کسانی که ایمان آورده کارهای شایسته را انجام دادن. و آمنوا بما نزل علی محمد، و ایمان آوردن با اون چیزی که با محمد فرود کرده شد، نازل کرده شد. و هو الحق من ربهم، و حالا که او حق است از طرف پروردگارشان. سوره محمد. فذكر الله اسمه محمدا في عدة آیات. بس یعنی که الله سبحانه و تعالی نام او را همچون محمد در چندین آیات ذکر کرد. قول محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم. نه؟ ولی الله بالا خانم کن.
و من اسمائه احمد، بعضی از نامهای او احمد هم هست. قد ذكره الله في قوله في بشارة المسيح عليه السلام. بتحقیق احمد بودن نام او را در قول خود الله سبحانه و تعالی ذکر کرد در حینی که در بشارت عیسی علیه السلام و اذ قال عیسی ابن مریم و با یاد آر چون عیسی پسر مریم گفت یا بنی اسرائیل ای فرزندان یعقوب اینی رسول الله الیکم، هرآینه من رسول الله هستم، یعنی فرستاده الله هستم به سوی شما، مصدقا لما بین یدی من التوراة، من همچون تصدیق کننده هستم نسبت آن چیزی که قبل از من فرود آورده شد از تورات، و مبشرا برسول، و همچنین من بشارت دهنده هستم، همچون بشارت دهندم به رسولی که یأتی من بعد از من خواهد آمد، اسمه احمد، نام او احمد است. فهو محمد و احمد و معنى ذلك انه كثير المحامد عليه الصلاة والسلام. بس خلاصه او محمد است و او احمد است. معنای اینها این است که او بسیار سپاسگزار و ستایش گوینده است، یعنی که ذات است که از زبان او از افعال او بسیار مدح و ستایش وارد میشه نسبت الله سبحانه و تعالی. و کثیر الصفات التي يحمد عليها، یا که چنان صفات‌های دارد که به خاطر همون صفات‌ها و لایق است که او را ستایش کرده شود. یعنی یحمد، یعنی الحمدلله گفتن نمیشه، یحمد ولیکن گفتن نمیشه الحمد لمحمد، گفتن نمیشه الحمد لفلان، چون که وقتی که ما ال گفتیم این ال به معنای چی میشه؟ استغراق میشه. استغراق گفتن معناش چی میشه؟ یعنی جمیع محامد برای او میشه. ممکن نیست. بله. نعم. و من اسمائه نبی الرحمه، بعض از نامهای او علیه الصلاة و السلام پیغمبر رحمت است. و نبی الملحمه، پیغمبر ملحمه میگویند او را. یعنی چی؟ ملحمه یعنی الجهاد فی سبیل الله گفته خودش شغل، یعنی که جنگ سخت اساسا ملحمه، ملحمش میگه ملحمه نه ملحمه، یکی ملحمه را مدرش ممکن ملحمه همون جنگ سخت ملحمه میگه ملحمه، یعنی جهاد در راه الله. و الحاشر، بعضی از نامهای او حاشر است، حشر کننده، برخیزنده، زنده برخیزنده، در محشر برخیزنده. و العاقب علیه الصلاة و السلام، چون عاقب هم هست، یعنی از عاقب بعد از همه پیغمبران اومدنش به الذي يحشر الناس بعد بعثته، به خاطر آن او را حاشر نامیدن که تمام مردم را جمع آورده میشه بعد از زنده کردن اولی، انه آخر الرسول صلی الله علیه وسلم، چون آخرون رسولان است. فلیس بعده الا قیام الساعه، بعد از او هیچ چیزی نیست بجز برپا شدن قیامت. فبعد رسالته تقوم الساعه، بعد رسالت او قیامت قائم خواهد شد. و یحشر الناس للجزاء والحساب، مردم را یعنی گرد آورده خواهد شد برای پاداش و برای حساب و کتاب. و من اراد ان یلم بهذه الامور فليرجع الى كتاب جلاء الافهام في الصلاه والسلام على خير الانام للامام ابن القيم رحمه الله تعالى. کسی که خواهد ان یلم یعنی که بشناسد، یعنی شناس کرده به این امور که در بالا ذکر کردیم، که هم یعنی نام های پیغمبر برای چی او را عاقب نامیدن، برای چی حاشر گفتن، کسی اینها را مقتنی شود باید که چیکار کند؟ فلیرجع، مراجعت کند به کتاب بنام یعنی که جلاء الافهام به الصلاة و السلام علی خیر الانام از آن امام ابن القیم رحمه الله تعالی. و اما نسبه علیه الصلاة والسلام فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، این است نسبه علیه الصلاة والسلام. و هو من قبیله قریش، و از قبیله قریش است، التي هي اشرف القبائل، قبیله قریش چنان قبیله است که از همه مشرفترین و آبروترین قبیله ها می باشد، قبیله های عرب. و قریش من ذریه اسماعیل، قریش باشد از ذریه
از فرزندان اسماعیل است علیه السلام. و العرب علی قسمین فی المشهور، یعنی که مشهورا گیریم عرب ها با دو قسم تقسیم میشوند. العرب العاربه و هم القحطانیه، عرب های عاربه میگویند. و هاج کدام عرب هست؟ عرب های قحطانیه میگویند. اینا البته شرحش میگویند. و العرب المستعربه، دوم قسم عرب ها عرب های مستعربه میگویند. و هم العدنانیه، عرب های عدنانی میگویند، من ذریه اسماعیل علیه السلام و یا از ذریه اسماعیل علیه السلام ابن ابراهیم الخلیل علیه السلام. سمو بالمستعربه، و یا عرب های یعنی مستعربه نامیده شد. چرا؟ لانهم تعلموا العربیه من العرب العاربه، چون که ها عربی را از عرب های عاربه تعلیم گرفتند. چون که ها در اصل عرب نبودند. کسی که در اصل عرب نباشد و عرب شود، زبانش یعنی که عربی شود، او را مستعربه میگویند. لما كانت جرهم هاني معذرة من العرب العاربة لما جاءت جرمة شفتها كانت معذرة لما جاءت جرهم ونزلوا في مكة عند هاجر أم إسماعيل. شرح میدید برایش اینها عرب های مستعربه بودنشون ایضاح میدید. میگوید که وقتی که جرهم یعنی قبیله، یعنی راهبری قبیله اساسا، وقتی که اینا فرود آمدن در مکه در نزد هاجر به اجازه بوده، مادری اسماعیل بود و بنیها اسماعیل که پسر هاجر اسماعیل است و هو صغیر و کودکی مایده بود. لما وجدوا و تکرار میگوید لما جاءت اومدن با لما باشه. ولما وجدوا ماء زمزم نزلوا، وقتی که دیدن آب زمزم را در راه ایستاد است جای دمگیری، با اونجا چیکار منزل گرفتن، یعنی دم گرفتن، استراحت کردن، برای بو سفر دوام دادن. اونجا تاجرها میگذاشتن. واصطلحوا مع هاجر ان ينزلوا عندها. اصطلاحا اصلا به معنای صلح بستن، صلح بستن، عقد بستن با همراهی هاجر که در نزد او ممکن است، یعنی که منزل گیرند، یعنی که قانون ویرون میکنند، یعنی همچنین. و ان تسمح لهم ان یستقوا من الماء، و با اجازه گرفتن که برایشون اجازه بدهد هاجر چیکار کنند از آب، یعنی که چی گیرند بنوشند. چون سقای است خود عکس نوشاندن میشه، استقای است خودت نوشیدن میشه. فاسماعیل علیه السلام کان رضیعا فی ذلك الوقت، در همان حین حضرت اسماعیل یعنی که او چی بود؟ رضیع بود، یعنی شیر خواره بود، یعنی شیر میخورد. اون وقت شیر خوردن هم میگن، چون در ترکیب شیر هم یعنی که اوقات هم خوراک هست و هم آب هست. برای این کودکای نوزاد تشنه نمیشن بود، تشنگیشون هم گرسنگیشون هم با هم یک شیر مادر میشکنند. برای خاطر اینکه در ترکیب شیر چنگ هم آب است و هم غذایی خوراک هست. برای ما شیر هم دیگه خوراک ها رو ده با مخصوصا دعا دارده رزید که گفته با امین برکتش، یعنی که فیض برکتش زیاد گردن میفتن جناب پیامبر صلی الله علیه و نظر بر اون دیگه دعایی که در دیگه تعامل میکنه که در ترکیب و چیزی هست که در دیگه چیزا نیست. ثم انه تربى و نشأ و اخذ العربیه عن جرهم. سپس میگوید همون ابراهیم در حین کودکی چیکار کرد؟ تربیت یافت و کلان شد و عربی را گرفت از جرهم. و هی من العرب العاربه، جرهم باشد از عرب های اصلی بالعاربه، اصل عرب. و تزوج من جرهم، از جرهم خاندار شد. و جاءه ذریه تعلموا العربیه، با از وی با فرزندها اومدن، یعنی فرزندها شدن و عربی را تعلیم گرفتن. و نشأوا مع العرب، و همراه عرب ها نشأ و نما و کلان شدن. فصاروا عربا مستعربه، عرب های مستعربه گردیدن. و هی العدنانی، حالا که وی ها چی هستن؟ اینا چی هستن؟ عرب های عدنانی هستن. خیلی عدنان خیلی ازشون عدنان هستن، عدنانی ها عرب نبودن. بله. اما العاربه فهي القحطانیه، اما عرب های اصیل و یا قحطانی میگویند. اصلها من الیمن، اصل اونها از یمن میباشند. اما عرب های اصل در مکه مگه نیست. اصلا عرب های اصل موجود در چی؟
بعدی طوفان و بعد تصمیم گیری اما یمن اند عربای اصل دیگر هستم اینو عربای مستعربه مثلا مصری ها اینو عربای مستعربه اینا عرب سونی عرب دیگه اینا چند بار زبانشون اولش کردن عربای مصر چند مرتبه زبانشون اولش کردن عبرانی دیگه هم میزدن آخرون به همه عربی ما نه شما حیران شده خاصیتی و مصری گرد دلتون چکا کشید یمن میره نگرد انشاءالله جا عرضون تره انشاءالله خب وبعض العلماء يقول العرب العاربة على قسمين بعض علماء گفتن که عرب های عاربه به دو قسم تقسیم میشن عرب های عاربه کدوم عرب بودن عرب های همون اصل مخلص عرب بائده و عرب باقیه عرب های بائده میگوین و عرب های باقیه اینو چه خلاصن العرب البائده هم الذين هلكوا عرب های بائده اون که عرب های میگفتن که وای هلاک شده رفتن و هم قوم نوح و قوم نوح بودن و عاد و ثمود و شعیب اینا همش عربای بایده بودن که یعنی که برای الله تعالی نیست و نابود کرده رفتن اما العرب الباقی عربای باقی کدوم هستند فهم الذين ينقسمون الى عرب عاربه و عرب مستعربه و ها عربای میشن تقسیم میشن یا کسانی میشن تقسیم میشن به عربای عاربه و به عربای مستعربه این تقسیمات دیگه و هی العرب الباقیه یعنی عربای باقی مونده بود است و نبی اساسا من بنی هاشم از بنی هاشم بود است و هاشم من ذریه اسماعیل علیه السلام هاشم باشه از ذریه اسماعیل علیه السلام است و اسمه محمد ابن عبدالله ابن عبد المطلب ابن هاشم نامی پیغمبر علیه السلام است و عبد المطلب ليس هذا اسمه عبد المطلب اساسا این نامی او نیست اسمه شیبه شایبه میگن ولكن سمي عبد المطلب ورا عبد المطلب نامیده شد چرا لأن عمه المطلب ابن عبد مناف جاء به من المدينة چونکه عمکش عبد المطلب ابن عبد مناف و از مدینه آور و هو صغیر و کودکی معده بود من عند اخوال الناس تقاهاش که بنی نجار بودن فلما رأه الناس وقتی که مردم او را که دیدن اسوده سیاه شده است من السفری از سفر سیاه شده است ظن انه عبد مملوک للمطلب فهمیدید؟ و گمان کردن که یک غلامی است که ملکی از آن مطلب است فرش میان غلام خریده آورده است فقالوا عبد المطلب و رجی گفتن عبد المطلب ابن هاشم گفتن ابن عبد مناف و عبد مناف له 4 اولاد اینا دونستان ضروره بسیار شیخ میپرسن عبد مناف 4 تا فرزند داشت هاشم جد رسول الله هاشم که بابای پیغمبر علیه السلام میشد و المطلب و مطلب است و عبد الشمس با نوفل بنو هاشم يقال لهم الهاشميون بني هاشم اون سلالش همشه هاشمیون نگوه و بنی مطلب يقال لهم المطلبیون و اما عبد الشمس باشد فمنهم عثمان رضی الله عنه اون سلسله حضرت عثمان بودست و منهم بنو امیه از اونها با بنی امیه هم رسید که هؤلاء من بنی عبد الشمس اینا سلسله رفته به عبد الشمس میرسد و نوفل كذلك له ذریه نوفل هم یعنی که همچون دارای ذریت بود منهم از جمله جبیر ابن مطعم و حکیم ابن حزام اینا همشون از چی میباشن از ذریت نوفل میباشن و ابراهیم علیه السلام له اسماعیل و هو الاکبر ابراهیم علیه السلام باشد به روایت صحیح دارای فرزند بود به نام اسماعیل که از همه کلانترین فرزند ابراهیم علیه السلام باشد و هو جد العربی العدنانی این بابای یعنی اسماعیلی گفته است که انا بابای عرب های عدنانی می باشد و اسحاق و هو جد بنی اسرائیل دیگر یعنی اسحاق است و بابای فرزندان یعقوب پیغمبر باباش میشه و جمیع الانبیاء كلهم من ذریه اسحاق الا نبینا علیه السلام یعنی همه پیغمبران از ذریه اسحاق علیه السلام هستند به جز پیغمبر ما علیه السلام فهو من ذریه اسماعیل خاتم النبیین و از ذریه اسماعیل است خاتم پیغمبران
اما مولد، اما گر درباره مولد یعنی تولد او رفتنش یا که جای تولد و وقت تولد او باشد سخن در این موضوع می رفتنی باشد. فقط ولد صلی الله علیه و علی آله و سلم عام الفیل، در سال فیل جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم تولد شد. چرا سال فیل گفتن؟ و هو العام الذي جاء فيه ابرهة ملك اليمن. یک سال بود که در همین سال ابرهه که پادشاه یمن بود آمد. انتدبه ملك الحبشة، او را دعوت کردن، انتدبه دعوتش کرد جای حبشستان لیهدم الکعبه، برای خاطر ویران کردنی، یکسان کردنی کعبه. و معه فیل عظیم، با همراهش یک فیل بزرگ بود. بله. فلما وصل الى مکه یقال له المغمس، و یا مغمسش میگفتن. چی گفتن؟ چی؟ وصل الى مکه. بله. بارک الله. مکه. ما مكاش قلت نه مكان مش. فلما وصل الى مكان يقال له المغمس، وقتی که اینو به یک جای رسیدن که او را مغمس میگفتن یا که مغمس. ولم يبقى الا ان يدخل مکه، هیچ مسافه نمون مگر داخل شدن مکه. از اونجا فقط که به مکه وارد شدن و یهدم الکعبه و کعبه را ویران بکنن. مکه که حدود میگن، کعبه همون خانه چارگوشه را کعبه میگن. و تفرق اهل مکه، اهل مکه باشن پراکنده شدن. و صعید الجبال، به کوه بر آمدن. لانهم لا طاقت لهم به، چون که باید طاقت نداشتن با همون پادشاه چیکار کردن، با همون لشکرها مثل مبارزه کردن. فاراد ان يتوجه الى الكعبه، در همون حدود خواست که اکنون متوجه به کعبه شود. فانحبس الفیل، همون فیلی که گفت فیل بزرگ در پیش بود و در جای خود برقرار استاد. و ابا ان یقوم من الارض، از زمین برخیستن را نخواست. حبسه الله سبحانه و تعالی، الله تعالی او را نگه داشت. این تاریخ ما ذکر میکنه. فاذا وجهه الى غیر جهت مکه قام و هرول، وقتی که او را صاحباش میخیزانون به طرف غیر مکه متوجه میکنن خسته میدوید. و اذا وجهه الى جهت مکه انحبس، وقتی که با او را به طرف مکه میگردوندن در جاش برقرار می ایستاد. ولم یستطع المشی، راه رفتن نمیتونست. و بینما هم كذلك، در همین حالت بودن ایشان، رأوا فرقان طیر، یعنی که چی؟ دسته های پرنده ها را دیدن. من قبل البحر، از طرف بحر، یعنی که بحر احمر گفته شده. معها حجارة، همراهشون همون فرقان گفتم وی میگه گروه، همراهشون سنگ ها بود، سنگچه ها، حجارت سنگی میده میگه. کل طایر معه حجران، هر یک پرنده دو تا سنگ داشته بود با همراهش. حجر فی منقاره، یک سنگ در نولش در نولش گرفتگی بود. و حجر فی رجله، یک سنگ دیگر در هر دو پایهاش گرفتگی بود. فرمتهم، و یا را می پراندن. فصارت الحصات تضرب همت الرجل، همون سنگچه ها فرامده می زدن در تاری سری مردان. فتخرج من دبره، از عاقبش می برامد و تشقه نصفین، به دو قسم او را پاره میکرد. فاهلکهم الله عز وجل، الله تعالی به همین طریق ایشان را هلاک گردانید. فانزل الله فی ذلک یذکر قریش سوره الفیل، و الله سبحانه و تعالی در این موضوع آیت را نازل کرد، همچون خاطر رسان کردن قریشی ها را. چرا؟ کدوم آیت کدوم سوره فیل را نازل کرد. گفت که الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آیاتون ندیدی چگونه کرد پروردگار تو به فیل سواران، این اصحاب فیل، کسانی که صاحب فیل بودند. الم یجعل کیدهم فی تضلیل، مگر الله سبحانه و تعالی، یعنی که پروردگار تو گویم کید و حیله و مکر ایشان را در گمراهی قرار داد گمراهشون کرد، اون به مقصد نرسیدن. و ارسل علیهم طیرا ابابیل،
و فرستانید علیه اونها بر ضد اونها پرنده های بنام ابابیل، یعنی که گروه جماعت دسته ترمیهم بحجارت من سجیل و یا را میزدن میپراندن به سنگ های از سجیل، از سفال، یعنی من جهنم، یعنی لای پختگی از جهنم، والعیاذ بالله. الله سبحانه و تعالی فجعلهم كعصف مأکول، و اینها را قرار داد الله سبحانه و تعالی که گردانید به مثال عصف، یعنی که همون خاشاکی نیم خورده که خورده شده، و وقتی که علف میخورن چربه ها در پایان این علف ها بمینید که ریزه ریزه میماند. همین خیلی اصبحوا مثل التبنی، مانند خاشاک شد. تبنی مثل خاشاک به اون موسیقی و پرنده ها گرفته خانه میکشن که خاشاک شدن که اکلته الدواب، همون خاشاکا رو مثلا چربه ها میخورن و راست خو او را مثلا گریم پارو کرده میپرتاین که همین خیلشون کرد. هذه قصة الفيل حمى الله بيته الحرام. این است یعنی قصه فیل، الله سبحانه و تعالی خانه حرامش را بعد همین چیکار کرد؟ خانه حرامش را نگه داشت، حمایت کرد. و اهلک هذا الجبار، این ظالم ستمگار هلاک گردانید. و فی هذا العام ولد محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در این سال جناب پیامبر صلی الله علیه و آله تولد شد. و ظهر مع ولادته آیات، با همراهی یعنی که تولد او با دیگر چقدر یعنی معجزه و نشانه ها نمایان پیدا شد. ظهر معه نور، یک نور با همراهی او پیدا شد که اشرقت له قصور شام، قصرهای شام، یعنی که به طفیل اون نور درخشیدن و روشنایی شد، روشنی افکندن. و فی لیلت ولادته ارتجت الاصنام، در همون شب تولدش یعنی که بت‌ها چی شدن؟ ارتج، لرزیده، پاره پاره شدن، افتیدن. و ارتج ایوان و کسرا، ایوان میگم که ایوان همو کسرا، کسرای لقب‌های پادشاه‌های فارس کسرا میگفتن. خیلی از خیلی که لقب‌های پادشاهی مصر چی میگفتن؟ فرعون میگفتن. فرعون یک تنیست. و سقطت منه شرفات، یعنی که بالکون‌هاشون افتیدن. شرفا یعنی که بالکون‌هاشون میاد افتیدن، تالاراشون بتون افتیدن. فی لیلت ولادت النبی صلی الله علیه و در شب تولد پیغمبر صلی الله علیه و آله ارهاصات لبعثت النبی صلی الله علیه و اینها یک خبرهای پیشکی بود. ارهاص بود خبری پیشگیر میگن. اینها یک خبرهای پیشکی بودن نسبت بعثت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. والجن والشیاطین حصل عندهم ضجة في الليلة العظیمة، در نزد یعنی جن ها و شیطان ها باشد در نزدشان روی داد یک نعره ها و ناراحتی ها در شب بزرگ. همیشه بزرگ یک طوفان و فغان پیدا شد. ولد فی مکان یقال له شعب على مقربة من الكعبة، تولد شد در یک جایی که اونجا را شعب میگفتن. شعب عبدالمطلب میگفتن، شعب میگفتن، نزدیکی از کعبه، نزدیک به کعبه بود شعب. مقربه از هر کلمه قربه، قریب، بعد اون من بیاد من به معنی چی میشد؟ اله میشد. دوی میگن و ولد فی مکه لكن لا يوجد تحدید ثابت لموضع الدار، یعنی خلاصه در مکه تولد شد و شعب گفت که ما محله، یک محله رو شعبش میگفت. خب چی؟ تولد شد در مکه، ولی یافت نمیشد یا تحدید ثابت یا مخصوصا نمیگه علمی جنده تولد شد دیگه یافت نمیشد برای به همون مرجع دار، به همون فلان خونه همین جنده تولد شد میرسه. اگه تولد میشد در دوره ما یعنی که در دوره ترکای عثمانی ها که ها اونجا از جا گرفتن، مزار گرفتن و یک سال در دوران بود ترک ها شون یعنی خرافات ها بدعت های سخت جور شده بود. بله وله من العمر 63 سنه. شیخ محمد بن عبدالوهاب الله رحمتش کنه میگه که از عمر دارای 63 بود، یعنی 63 سال عمر دیدم جناب پیامبر صلی الله علیه و 40 قبل النبوة، 40 سال پیش از پیغمبری بود و 23 نبیا و رسولا
و 23 سال هم پیغمبر و هم رسول شدند. نبئ بقرأ، با نزول اقرا پیغمبر شدند جناب پیامبر علیه الصلاه و السلام. فهو ولد، اشاره می‌فرماد که جناب پیامبر تولد شد در مکه صلی الله علیه و سلم. استرضع فی بنی سعد، در بنی سعد، این قبیله در بنی سعد، و یعنی که شیر داده شد عند حلیمه السعدیه، در نزد حلیمه سعدیه. برای مادر شیرخواری پیغمبر علیه الصلاه و السلام میشه این کس، حلیمه سعدیه، بنی سعد و سعدیه. و مات عبدالله ابوهم، پدر پیغمبر صلی الله علیه و وفات کرد و هو فی بطن امه، در حینی که جناب پیغمبر صلی الله علیه و در بطن مادرش بود. ثم ماتت امه، با مادرش وفات کرد بعد ولادته بقلیل، بعد از تولد شدن جناب پیغمبر صلی الله علیه و اندکی نگذشته. فحضنته ام ایمن الحبشیه التي ورثها عن ابیه. بس او را در زیر تربیه گرفت، تربیه داد، او را در زیر نظارت گرفت. ام ایمن الحبشیه به حبشستان میشد و یا به میراثی گرفت از پدرش. و صار فی کفالت جده عبدالمطلب، و در زیر کفالت بابایش عبدالمطلب قرار یافت. ثم مات عبدالمطلب، عندك نگذشت عبدالمطلب باباش وفات کرد و انتقلت کفالته الى عمه ابی طالب، و کفالته از باباش به عمکش ابو طالب گذشت، پدر حضرت علی رضی الله عنه، عمکی خودشونه. و عاش صلی الله علیه و علی آله و سلم 40 سنة قبل النبوة معروفا بالأمانة والصدق والكرم وتجنب عبادة الأصنام وتجنب شرب الخمر، ما كان يعمله أهل الجاهلية. خلاصه گفته شده است که 40 سال جناب پیامبر زندگی کردن، از زندگی یعنی حیات به سر بردن. 40 سال پیش از پیغمبری مشهور و معروف شده بودند به امانت نگهداری و به راستی و به سخاوتمندی و به دوری جستن از عبادت بت‌ها و دوری شدن از عرقخوری. ما کان یعمله، خلاصه نمی کردن جناب پیغمبر علیه الصلاه و السلام اون کارهایی که اهل جاهلیت میکرده بودند. بل کان علیه الصلاه و السلام یخرج الى غار حراء، برعکس یعنی که جناب پیغمبر علیه الصلاه و السلام به غار به نام حرا میبرآمدند و یتعبد فیه الایام ذات العدد، یعنی که در اونجا عبادت میکردن روزهای با شمار، یعنی قدر دور دراز، یعنی که شمار کردن نشد، یعنی روزهای با شمار. یعبد الله علی ملت ابراهیم على التوحید، الله سبحانه و تعالی را به همون دین ابراهیم به توحید، یعنی که چیکار میکردن؟ عبادت میکردن. ثم لما بلغ 40 من عمره علیه الصلاه و السلام، وقتی که جناب پیامبر صلی الله علیه و آله از عمرشان به سن 40 سالگی رسیدن خودشان، نزل علیه الوحی، یعنی به او وحی نازل شد. بان جاءه جبریل، یعنی جبریل به نزدشان آمد و هو فی غار حرا، اون که در غار حرا بودن. و قال له، برایشان گفتن که اقرأ، بخوان. قال ما انا بقارئ، من قاری نیستم، یعنی من خواننده نیستم. ای لا احسن القراءة، من نکو کردن نمیتونم، قرائت کردن نمیتونم. فضمه ضمة شدیدة ثم ارسل، پس او را ضم کرد، یعنی آغوش گرفت، آغوش سخت. با چیکارش کرد؟ بعدی آغوش گرفتن یعنی او را اندکی نگذشته سرش داد. و قال اقرأ، با گفت که بخوان. قال ما انا بقارئ، من خواننده نیستم. ثم ضمه مرة ثانیه، بار دویم او را چیکار کرد؟ پخش کرد. ثم ارسل، با سرش داد. و قال له اقرأ، گفت برایش که بخوان. قال ما انا بقارئ، من خواننده نیستم. فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، گفت که بخوان به نام پروردگارت که آفرید. خلق الانسان من علق، انسان را یعنی که از علق بیافرید، از خونی لت بسته. هذه هي نبوته صلی الله علیه و علی آله و سلم، این است نبوت پیغمبری و علیه الصلاه و السلام. نبأه الله بقرأ،
Allah Teala او را به اقرا پیغمبرش کرد. بله ای جعله نبیا بذلك، به همین یعنی به اقرا الله سبحانه و تعالی او را پیغمبرش کرد. ثم ذهب الى بیته، سپس به خانه اش رفت. یرتجف ارتجاف افتعل او بشنده افتعل یفتعل افتعالا صرف نشد در پیش محمد صالح. ارتجف ارتجافا ثلاثی مزید ثلاثی باب یکمش چی خیلی افعل یفعل افعالا، باب دویمش فعل یفعل تفعیلا، باب سیم فعل یفعل مفاعلتا، باب چهارمش چی خیلی میشده افتعل یفتعل افتعالا، باب پنجم انفعل ینفعل انفعالا. این باب چهار بود است. بارک الله فیکم. صرفا بی خبر نشوید، صرف چیز زور های بی صرف یعنی که نمیشه. یرتجف من الخوف، از ترس می لرزید. ارتجاف ترس لرزیدن میگه. لانه لقی شیئا ما کان یعرفه من قبل. چرا ترسی جناب پیامبر؟ چون که ملاقات شد یک چیزی که یک حادثه را روبرو زد که و قبلا ما کان یعرفه، اینو نمیشناخته بود. امرا هائلا، یک کاری دهشت آور، ترس آور و خوف آور. فوجد زوجه، زوج در زبان عرب اساسا زوج همسر میگه و زوجه شده خاص مذکر و مؤنث شخصی. و بعضی جاها خیلی برای تعیین زوجش میگن، زنک بشه معین. بس همسر خود را یافتن، خدیجه را دریافت کردن در خانه رضی الله تعالی عنها. فغطته و حدأته، اما همسرشون چیکار کردن؟ او را پوشانیدن جناب پیامبر و حدأته آرام کردن. یه زنینه که دیدید هر یک خوف و هر یک ترس که از شوهر صادر می شود، چی ترسی که نباشد، زنی صالح، زنی به حق و به فراست، یعنی آرام میکنه شوهر. و قالت له، گفت برایش که کلا، نه گفت. این کلا اصلا به معنی نه یه چیز باشد که بعد نه گفته باشد. اصلا کلا به معنی الا میشه، تنبیه، آگاه شو گفتم. والله لا یخزیک الله، قسم به الله تعالی یعنی که چی نمیکنن، یعنی خار و ذلیل و تحقیر کردن نیست. اینک لتصل الرحم، چون تو با خویش و تبار علاقه میکردگی، کس هستی، رفت و آن میکردگی ذات هستی. و تقری الضیف، یعنی به میهمان ها نوازش میکردگی ذات هستی. و تحمل الکل، تمامی مثلا مشقت و وزنه رو میبرداشتگی کسب هستی. و تعین علی نوائب الدهر، و مصیبت های زمان هم، مصیبت هایی که همی یک کس مصیبت زمانه به گرفتار شد میروی یاردمش میده، پدرش مرده باشه، مادرش مرده باشه، فرزندش مرده باشه، یک بلا زده باشه. وطاعته، یعنی خلاصه آمادش کرد، تیارش کرد برای قبول همین. و ذهبت به الى ابن عمها، و او را اول خود تیارش کرد، بعد از آن او را برد به سوی پسر عمکش. حضرت خدیجه مادر ما پسر عمک داشتن، الى ابن عمها. ورقه بن نوفل گفتگی آدم. و کان قد تحنث، این کس یعنی چیکار کرده بود؟ تحنث آدم میگن که اعتزل الاصنام، از همون بت‌ها دست کشیدگی، پرهیز کردگی آدم تحنث میگن. و قرأ فی الکتب
تعبدا لله عز وجل حمد نه برای خاطر اشکالی که اون پروفسورای ما و میگه من قرآن مسلمانا رو میگه پروفسورا داره که تاجیک آواز بکنه با یگون برامت کنم من میگه من خواندگیم قرآنی مسلمانا رو خواندگیم قرآن مسلمانا رو خواندگیم میگونده اصلا خودشونه کمتر دانا میکنه که من خبردارم از علم اسلام بود لیکن سطحی آدم شدن اینچنین آدم و تعبد نمیگوید یعنی این کس همچون عبادت برای الله سبحانه و تعالی شده کتاب‌های سابقه را خوانده بوده است. فلما اخبره بما رأى وقتی که جناب پیغمبر اساساً چیزی که دیدن به او خبر دادن آگاه کردن قال گفت هذا هو الناموس این کسی بیگانه نیست این ناموس است. مراد از ناموس یعنی جبریل در نظر داشتن الذي كان ينزل على موسى این همان ناموس است که به موسی نازل میشده بود یعنی جبریل علیه السلام یعنی و آن را در جبریل علیه السلام را در نظر می داشت یعنی اینجا فعل حرف جبریل مفعول میشه. خب نعم نزول الوحی علیه موضوع درباره نازل شدن وحی به او پیغمبر علیه السلام و ارسل به بالمدثر و ارسل بالمدثر حضرت جناب که شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب در دوام می‌فرمایند که او رسول کرده شد و او رسول کرده شد به نازل شدن سوره مدثر یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر الى آخره. نعم و بلده مکه. اینا همش جواب هستن برای سوال‌هایی که پیش گفت شیخ مشاره. کشور او مکه است و هاجر الى المدینه به مدینه هجرت کرد بعثه الله بالنذارة عن الشرك الله سبحانه و تعالی او را مبعوث گردانید فرستانید با بیم از شرک یعنی مردم از شرک ترساند و هراساند و باز دارد و ادعو الى توحید مردم به توحید دعوت بکند و دلیل قوله تعالی دلیل قول الله سبحانه و تعالی یا ایها المدثر یا ایها المدثر یعنی مدثر اون آدمی رو میگن که در جامعه یعنی پیچیدگی باشد که در این لباس پیچانیده شده قم فانذر بخیر و بیم کنا و ربک فکبر پروردگارت به پاکی یاد کن و ربک فکبر و ثیابک فطهر جامعت رو تازه کن که مراد از جامعه در اینجا اعمال است بعضی روایتون یعنی اعمالت تازه کن از آلودگی شرک و ریا و سمعه و هکذا تازه کن اعمالت و روز فهجر از بتها یا که بتها رو ترک بکن از بتها ترک بکن ولا تمنون تستكثر یعنی منت نکن به طلبی بسیاری شده حالا اینو با تفسیرش میبینیم تفسیر تحت لفظ کرده ولی ربک فاصبر به خاطر پروردگار شده در این راه کن تو صبر بکن. بله قال الشارح حفظه الله تعالى ثم نزل عليه قوله تعالى سپس به او علیه السلام سخنی الله سبحانه و تعالی نازل شد و چنین طرز که یا ایها المدثر قم فانذر هذا هو الارسال این ارسال میگوینه یعنی رسول شدن است و هذا معنى قول الشيخ نبأه بقرأ واشرب نبیه افتیده است این قول شیخ همون است که میفرد او را پیغمبر کرد به اقرا و ارسله بالمدثر او را رسول گردانید به نزول سوره مدثر. والفرق بین النبی و رسول اکنون فرق بین نبی و رسول چیست؟ نعم ان النبی شارح گفته است ان النبی و من اوحی الیه بالشعر این تعریف عام گفته شدن که جمهور همین گفت گفتگن نبی آن کسر میگه که به او یک قانون وحی کرده شده ولم یؤمر بتبلیغ تبلیغ آن مأمور شدگی نیست این خلاف اصلی خلاف اصل است هیچ طوری نمیگیرد که پیغمبر شود و مأمور نشود به تبلیغ
گرچنده که این بعضا جمهور هم خلاف شدنش ممکن است. فهمیدید؟ تعبیرات جمهور خلاف شدنش هم ممکن است. خب چون که گفته است که نبی آن کسی است که به او وحی فرستانیده شده از قانون یک شریعتی را و مأمور به تبلیغ آن نشده است و رسول هو من اوحی الیه بشرع، رسول باشد و به او یعنی که قانون شریعت وحی کرده شده است و امر به تبلیغ و مأمور شده است به تبلیغ آن. اما شیخ البانی الله رحمتش میگوید در متن تحاور وقتی که تعلیق کردید نسبت همین گفته که وقد ذكروا فروقا بين الرسول والنبي، مثلا این که سامخی شیخ البانی گفتن که ذکر کردن فرق بین رسول و بین نبی، تراها این فروق فرقیات میبینیم. میگوید در تفسیر علوسی این فرق کتاب دیگه و غیر از تفسیر علوسی دیگه کتابان. لعل الاقرب میگن شیخ ان الرسول من بعث بشرع جدید، رسول اون کسی رو میگن که قانون و شریعت نبی را به او وحی فرستانیده شده است و نبی من بعث لتقریر شرعی من قبله، نبی باشد اون کسی است که وحی را الله تعالی فرستانیده است برای تقریر، برای برقرار کردن و برای دوام دادن شریعت پیغمبر رسول را که قبل از وی گذشته بود و هو بالتبع مأمور بتبلیغ. اینا میگن طبعا یک مأمور از تبلیغ همون شریعت را. اذل معلوم ان العلماء مأمورون بذلك، همه میدونند که معلوم است که علما پیغمبر نیستند و رسول هم نیستند، مأمور هستند بذلك بتبلیغ ما يعرفون من شرع الله سبحانه وتعالى فهم بذلك اولى كما لا يخفى. پیغمبران باشن و به طریق اولا هست که پوشیده نیست که اون شیخ البانی میگه، یعنی که علما که مأمور باشند اگر به تبلیغ اون چیزی که میدونن با آیا پیغمبر که رتبه و گرچنده که از رتبه رسول پس باشدن که ولی از رتبه عالم بلند است به مخالف چقدر میگه با یعنی مأمور نمیشه به تبلیغ آن. خلاصه اون سخن جمهور نسبت فرق بین نبی و رسول تعریفات چه خلافی اصله. نعم. وتوضيح ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول تنزل عليه شريعة وكتاب. خلاصه ایضاح همین در بالا ذکر شده همین است که رسول کسی میگفتن که با او شریعت و کتاب نازل می شود، فهو نبئ بقرأ بود درباره پیغمبر ما گفت او پیغمبر شد میگفت با اقرا و ارسل بالمدثر، با مدثر رسول شد علی رأس الاربعین در سری 40 سالگی، در سن 40 سالگی. و كذلك الانبیاء پیغمبران همه هستند و النبی یبعث بشرع من قبله و کتاب من قبله و نبی اون کسی را میگن که مبعوث میشه به یک شریعت پیش از همون پیامبر گذشتگی و به کتابی پیش از وی گذشتگی و یوحى الیه بعض مسائل هم وحی میشه که انبیاء بنی اسرائیل من بعد موسی هم مانند پیغمبران بنی اسرائیل همون هم پیغمبران بودن یکی کتاب نبودن برای بیان و شریعت همون حضرت موسی آوردگی عمل میکردن و علاوه با بعض قانونهایی که مثلا بین خودشون در ضرورت. و المدثر معناه الملتحف پیچاندگی را مدثر میگوین معناش، لانه صلی الله علیه و سلم اصابه شیء من الفزع، چون که جناب پیامبر صلی الله علیه و مصیبتی ترس رسیدگی بود. فقال همون وقتی که مصیبتی ترس که به او فرا رسید گفته بود که دثرونی من پیچانید و مرا پیچانید، ای غطونی حتی غطو امرش غطونی من پیچانید. فانزل الله علیه یا ایها المدثر، بعد نازل شد که الله تعالی به او یک کسی پیشانیده شده. مدثر یعنی اساسا اون کسی که به خود لباس را جامه را پیچانیده ای، چون مدثر اسم فاعل المدثر نبود، پیچانیده شده به خود جامه پیچاننده. قم برخیز فانذر بیم کنن و ربک فکبر، ای عظمه پروردگارت بزرگ شمار، بزرگی یاد کن و ثیابک فطهر،
ای طهر اعمالک من الشرك، اعمالت از شرک تازه بکن. فالاعمال تسمى الثياب، اعمال ها جامه نامیده می شود. الله تعالی فرمود که و لباس التقوى ذلك خیر، لباس تقوا این از همه بهتر است. سمى التقوى لباسا، یعنی که در اینجا الله تعالی تقوا را همچون جامه نامید. و الرجز معناه الاصنام، بتها را گفته است. فهجر ای اترکها، بتها را ترک بکن. و ابتعد عنها، از اونها دور بشو. فبعثه الله على رأس الأربعين، در سن 40 سالگی الله او را مبعوث گردانید. و بقیه فی مکه 13 سنه، برای چی 13 مذکر شد؟ برای خاطر اینکه سنتان چه؟ مؤنث و 10 تابع می شود در مؤنث 10. 13 سال در مکه استاد یدعو الناس الى التوحید، مردم به توحید دعوت میکرد. و ترک عبادت الاسلامی، و دعوت میکرد به ترک عبادت بتها. و حصلت مداولات بینه و بین المشرکین. خلاص مداولات معناه منازعات، کشمکشی ها و بحث ها روی داد بین او صلی الله علیه وسلم و بین مشرک ها. حصل علیه اذى، به او آزارها و زیانهای روی داد. و علی من آمنه به، و کسانی که به او ایمان آوردن و تبعه و پیروی از آن شدن، از اون کردن. و حصلت مضایقات من المشرکین فی خلال 13 سنه، در خلال یعنی که در مدت 13 سال، یعنی که تضییقات و مشکلات و بدتنگاری ها روی داد از طرف مشرک ها به پیغمبر علیه الصلاه والسلام و کسانی که پیروی از او. و قبل الهجرت ب3 سنوات، 3 سال و 3 سال پیش از هجرت، اسری به الى بیت المقدس، او را شب و شب برد الله سبحانه و تعالی به بیت المقدس. و عرج به الى السماء، او را به آسمان برداشته شد. ففرضت علیه الصلوات الخمس، 5 نماز به او فرض گردید. فصلى بمکه 3 سنین، 3 سال در مکه نماز گذارید. ثم تآمرت قریش علی قتله، بعد از آن قریش ها کنفرانس، مجلس عموم تشکیل کردند بنابر قتل او. و علی الفتک به، برای خاطر یگون یعنی او را فریب کرده کشتن. فتک گفته یکسه فریب کرده کشتن، به طریق فریب کشتن فتک میگویند. فأذن الله له بالهجرة الى المدینه، پس در اون حین الله تعالی برایش به مدینه هجرت کردن را اجازت فرمود. خب میریم. خب سرت اون سرت ای بچه سرت اون بله بله هم خلاص. بعد الله برای اجازه داد به هجرت کردن به سوی مدینه. فهاجر الى المدینه، به مدینه هجرت کرد. بعد ما التقى بالانصار في بیعة العقبة الاولى، بعد از اینکه ملاقات کرد با انصاری ها در بیعه، کدام بیعه؟ عقبة الاولى، عقبه یکم، و بیعه العقبة الثانیه، یعنی یک بار دو بار وافری کرد. بعد از اون دویم بار چیکار کرد؟ و وعده کردن استقبال گرفتنی صحابگان و خودش. هاجر الى المدینه، به مدینه هجرت کرد. و اقام بها 10 سنوات، در مدینه 10 سال دیگه ایستاد. فالمجموع 23 سنه، مجموع عمری یعنی استادنی او در مدینه 20 نه مجموع همش گفته 23 سال. 23 چی میشه؟ بله گفته شده است که مثلا بعد النبوت عاش 23 سنه، بعد از نبوت 23 سال دیگه حیات به سر برد. و علیه الصلاة والسلام 13 في مكة، 13 سال در مکه. یؤسس دعوت التوحید، در مکه چیکار کرد؟ دعوت توحید رو پایه گذاشت. و 10 سنوات في المدینه، 10 سال دیگه در مدینه. ثم توفاه الله
على رأس 63 من عمره عليه الصلاة والسلام. بعد از آن الله تعالی او را میراند در سری 63 سالگی از حیات مبارکش علیه الصلاة والسلام. فمدة عمره في الرسالة 23 سنة. مدة عمره علیه الصلاة والسلام در پیغمبری 23 سال بود. و هذه البركة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه. این همان برکت است که الله تعالی را به او علیه الصلاة والسلام نازل کرد. و هذا العلم الغزير، این علم فراوان و برزیاد. و هذا الجهاد، این جهاد. و هذا التمكين في هذه المدة الوجيزة، این امکانیت دادن، امکانیت بخشیدن در این مدتی کوتاه 23 سنه، در مدت 23 سال قدر امکانیت بزرگ شد. هذا من آیات الله سبحانه و تعالی، همینا از معجزه و از آیات و از نشانه های الله سبحانه و تعالی می باشند. و من برکات هذا النبی صلی الله علیه و سلم و برکات دعوته، همینا از برکات این پیغمبر است و برکات دعوتی و برکات الوحی الذي انزل علیه، برکات وحی است که به او علیه الصلاة والسلام فرود آورده شد. و قبل هذا كله باعانة الله عز وجل، و پیش از این همه اینها با بیاردن الله عز وجل. و هو الذي اعانه، همون الله ذاتی که او را یاری رسانید. و هو الذي حماه و ایده و نصره، او ذات همون ذاتی است که او حمایتش کرد و قوت داد او را، نصرت و پیروزی غالبیت برایش چکا کرد، عطا بخشید. حتی بلغت دعوته المشارق والمغارب، تا آن اندازه که دعوتی و علیه الصلاة والسلام به مشارق و به مغارب زمین رسید. والحمد لله رب العالمین، شکر و سپاس برای الله که پروردگاری تمام جهانیان است. قوله بعثه الله بالنذارة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك. قول مؤلف گفت که او را الله تعالی با بیمکنانه از شرک فرستانید و او را دعوت به توحید فرستانید. هذه دعوته علیه الصلاة، این دعوت پیغمبر علیه الصلاة والسلام عبارت از همین می باشد. النذارة عن الشرک، از شرک بیمکنانیدن و دعوت الى التوحید و به توحید دعوت کردن است. و هذا الذي يجب ان يسير عليه الدعاء، این همان چیزی است که همین اسلوب است که واجب است به تمام داعی ها به همین طرز سیر کردن، به همین راه رفتن. فی دعوتهم، در دعوتشون، ان یرکزوا علی الانذار عن الشرک و الدعوت الى التوحید. ان یرکزوا، باید که اینا ثابت قدم باشند به بیمکنانیدن از شرک و به دعوت کردن به توحید قبل کل شیء، پیش از همه. و الا لم تكن دعوتهم على نهج الرسول، وگرنه دعوتشان به منهاج و به اسلوب و به راه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نخواهد شد و نخواهد بود. وقتی که به اسلوب پیغمبر نشود، نتیجه هم ثمره هم نمی بخشد. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. رسول صلى الله عليه وسلم را الله سبحانه وتعالى با بیمکنانیدن از شرک و به دعوت به سوی توحید فرستانید. فلا بد من تأصيل هذا الشيء اولا، ثم بعد ذلك يتجه الى بقية الامور. بس باید که اساس ریشه قرار داده شود این چیز را یکم. ثم بعد ذلك، سپس بعد از اون چیکار میکنه؟ متوجه به باقی مانده امور شریعت، یعنی که روی میارد. لانها لا تصلح الامور الا بوجود التوحید، چون که یگون کار درست و فایده و ثمره نمی بخشد بدون وجود توحید. توحید برقرار است، همه چیز قبول میره. مردم میمونه شما همین رفع یدین گوشاش میزند، گوشاش میخراشد. برای چی میخراشد؟ همین سمیع الله لمن حمده گفته رفع یدین کردن، یا که مثلا گوش در گوش نرسوندن، یا که مثلا آمین جهره کردن. چی میخراشد اون؟ یک چیزی هست اینجا معلوم میشه که علمای من و شما، داعیان من و شما، مردم را یعنی که در وجودشان، در قلبشان توحید را اصل نگذاشتن. انا امروز ضررش دیده ایستادیم. مجبور هستیم اکنون چشم میپوشیم از رفع یدین، مجبور هستیم امروز چیکار میکنیم؟ از جهره گفتنی آمین، بسیار کارها، یعنی که چشم پوشیدن ما پشتیان هستی که توحید ندارن.
اما چشم پوشیدنی من شما هم خلاف قرآن و سنت نیست، بلکه چه هست؟ این هم حکمت است، حکمت است. نعم. لو ان الناس تركوا الزنا، اگر مردم ترک زنا کنن، والخمر ترک خمر، ترک دزدی کنن و سرقه، واتصفوا بكل فضيلة من الأعمال والأخلاق، و بتمام یعنی که فضیلت متصف شوند، وصف و صفت دار شوند، از اعمال از اخلاق خوب دارا شوند، لکنهم لم يتركوا الشرك، ولی ترک نکنن شرک را، فلا فائده من هذه الامور، از این اخلاق حمیده، این دوزی نمیکنن، عرق نمینوشن، زنا نمیکنن، گفتن یگون فایده نیست، میگویند شیخ، ولا تنفعهم، فایده هم نمیبخشه به ایشان، بینما لو سلم الانسان من الشرك، در اون اثنا که اگر مباد انسان از شرک سالم باشد، تازه باشد، و عنده کبایر دون شرک، و مایلش بگه در نزد او غیر شرک دیگه گناهی کبیره باشد، فهو مرجو ان یغفر الله له، چنین کس امید است که الله او را میبخشد، او یعذب بقدر ذنوبه، یا که امید هست که مثلا الله او را عذابش میکند به مقدار گناهش، ولكن مآله الى الجنه لانه موحد، ولی عاقبت او بسوی یا که بازگشت او در آخر به جنت هست ان شاء الله، چون که او موحد است و او بعضی گناهان صادر شد. دلیل چه است؟ ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، و یغفر ما دون ذلك زنا هم داخل میشه، دوزنا این اون معنا نداره. اون که شیخ خودش اومد که مثلا بگیم موحد شده به مال پروانه کنه زناکار، نه، از زنا باز داشتن، از دوزی باز داشتن، از دروغ، از دیگه کارهای بد باز داشتن، اینا دوم درجه. توحید فهموندی، اقتدارش و اساس اینا بفهمید. فالتوحید هو الاصل والاساس، توحید این یعنی که ریشه و این پایه است. ولا نجات الا بوجود التوحید، اولا نجات نیست مگر به وجود يحكم توحید، ولذلك يجب التركيز عليه، برای خاطر همین به همین اساس استوار شدن، مستحکم شدن واجب است، و عنایت به دائما و ابدا، به نسبت توحید اهمیت دادن همیشه و ابدی این چه واجب است، و دعوت الناس الیه، و مردم به این دعوت کردن واجب است، و دعوت على التركيز عليه ودعوة الناس إليه وتعليم الناس إياه، مردم به این تعلیم دادن واجب است، و ان يبين لهم ما معنى التوحید، باید که اون داعی و مردم معنای توحید چه بدونش بیان کند، و ما معنی الشرك و معنای شرک چیست. لابد ان يعرف المسلم هذا الامر و يتحقق منه، یعنی لابد است که مسلمان این امر داند و یتحقق منه، از او باید که همین چیزها یعنی حقیقی واقعی یعنی گردن، و يتفقد نفسه حتى لا يقع في شيء من الشرك، باید يتفقد یعنی معنی اهمیت دادن، باید خودش اهمیت دهد، خودش نظارت کند تا اینکه واقع نشود در چیزی از شرک، او یخل بالتوحید، یا که اون خلل آوری نکنه نسبت توحید شوایرون نکنه. فلا بد من هذا الامر، این کار ضرور است میگه، ولا بد ان تقوم الدعوه على هذا الاساس، باید که دعوت در باره همین اساس برقرار کرده شود. مدت دعوتی فی مکه، میشه بگیم کم اکنون مدت دعوت در مکه. اخذ على قال الشيخ شيخ الاسلام اخذ على هذا 10 سنين يدعو الى التوحید، در همین یعنی که چیکار کرد؟ سر کرد مردم به توحید دعوت کردن مدت به مدتی 10 سال. قوله اخذ على هذا 10 سنين يدعو الى التوحید، قبل مؤلف گفت که به همین اسلوب یعنی 10 سال به توحید دعوت کرد، ای اخذ على دعوة الناس الى التوحید والانذار عن الشرك 10 سنين في مکه، شروع کرد به دعوت کردن مردم به سوی توحید و به بطلانیدن شرک 10 سال در مکه، و هو يدعو الى التوحید، اود مردم دعوت به توحید میکرد، و انها عن الشرك، از شرک باز میداشت، لانهم كانوا يعبدون الاصنام، زیرا ایشان بت پرستی میکرده بودند. والحکمت ان الله بعثه الله في مکه، حکمت در آن که الله او را در مکه مبعوث گردانید، به اون خاطر است که لان مکه هی ام القرى، مکه این اساس دهه ها،
یک کمین دهه که در روی زمین در همون گرد اطراف برپا کرده شد. این چی بود؟ ام القرا که اصل دهه ها، سردار دهه ها قرار دادن می شود. همه دهه ها نگران او بودند. اگر همون به شود بهبودی در او شود، همه یعنی که همه جا بهبودی شدنش ممکن است. اگر همون جا ویران شود، همه جا میبینه ویران میشه. برای همین در حق علمای نجد، در حق علمای مکه و مدینه بسیار دعاها کردن در کار است که بهبودی اونها ان شاء الله بهبودی دیگه کشورهای دولت‌های اسلامی میشه ان شاء الله. مفهوم؟ التي اون جایی است که ترجع الیها القرآن، همه دیها به اونجا مراجعت و چشم و نگران است. والله جل و علا میفرماید که و ما کان ربک مهلک القرآن، الله سبحانه و تعالی یگون دیها ها را به هلاکت نمیرساند حتی یبعث فی امها رسولا، تا در اساس و در اصلی همون دهه ها یگون رسول نفرستاند. یعنی که همین اون نگران کدوم دهه‌ای که باشن در همون یعنی که مرکزی همون شتابی اونها اول یک رسول میفرستاند. فهمیدید؟ برای می شرط نیست در تاجیکستان یک پیغمبر باشه 12 باشه، همون در مکه فرستاده شد پیغمبر کفایت میکنه. و الام هی المرجع الذي یرجع الیه، این یک رجوعگاه. گفته این یک اساسگاه رو میگن که به اونجا مراجعت کرده میشه و الاصل الذي یرجع الیه یک اساس است که به اونجا مراجعت کرده میشه. هذا هو الام، این ام است. قوله تعالی، الله سبحانه و تعالی فرمود که هن ام الكتاب، یعنی همون محکمات الرسول هستن. همون آیات محکم چی هستن؟ ام الكتاب است. الاصل الذي ترد الیه الآیات المتشابهات، این اساس است که هنگام مثال تفسیر کردن آیات متشابهات اینها را برای محکمات یعنی که رد کرده میشه، برگردانده میشه. کذالک مکه شرفها الله، همچنین مکه این جمله دعایی است الله از الله مسئله داریم که آبرومند گردانده باشد. یا الاصل الذي یرجع الیه اهل الارض، یک اساس جایی است که تمام اهل زمین به اون مراجعت دارد میکنند. و المسلمون فی اقطار الارض، مسلمانان در تمام قطعه های زمین یرجعون الی مکه، به مکه روی میکنند. فهی ام القرى، مکه ام القرى است، بمعنی هی المرجع، یعنی جای مرجع است، بازگشت است. ولذلك بعث الله نبیه صلی الله علیه و علی آله و سلم مکه، برای خاطری همان است که چیکار کرد؟ مبعوث کردن پیغمبرش محمد صلی الله علیه و سلم را از مکه مبعوث کرد. لانها ام القرى، چون که مکه ام القرى است و مکث فیها 13 سنه، 13 سال در اونجا ایستاد. ینها عن اهل مکه عن الشرك، مع اهل مکه را از شرک منع میکرد و یامرهم بالتوحید، ایشان را به توحید امر میکرد. لان اهل مکه هم القدوه لغیرهم، چون که اهل مکه اینها یک نمونه، یک عبرت، یک پیشوا هستند برای دیگرانشان. ولذلك یجب ان تبقى مکه الى قیام الساعه دارا للتوحید، به همون خاطر است که واجب است مکه تا برپا شدن قیامت همچون خانه توحید برقرار شدنش واجب است. و منار للدعوه الى الله، همچون یک منار، یک نشانه، یک علم، یک نشانه برای دعوت به سوی الله باید برقرار ماند. و ان یبعد عنها کل ما یخالف ذلك، باید از مکه دور تازه کرده شود تمام آن چیزی که مخالف این دعوت توحید می باشد. یبعد عنها الشرك والبدع والخرافات، از مکه باید که تمام شرک و بدعت و خرافات ها را دور کرده شود. لان الناس ينظرون الیها دائما و ابدا، چون که مردم همیشه و دائما به سوی او چشم نگاه میکنن. ما یفعل بها، که در اونجا چیکار کرده میشه و چه عبادت را انجام داده می شود. ینتشر فی العالم، یعنی ما یفعل فیها ینتشر فی العالم، در اونجا چیزی که روی دهد در عالم پهن می شود. فإن کان ما یفعل فیها خیر انتشر خیر، اگر اون چیزی که در اونجا انجام داده می شود خوب باشد، اگر خوبی خیر یعنی که پهن خواهد شد. و این کان علی عکس ذلك انتشر شر، اگر عکس آن الله نگه داشته باشد شود، اگر میبینید که یک کاری بده و بد اخلاقی ناراحتی همه جا پهن میشه. فیجب ان تطهر مکه دائما و ابدا، شیخ میفرماید که باید واجب است که مکه همیشه و دائمی
پاکیزه کرده شد او را. ولهذا یقول جل و علا، برای خاطر این است که الله عز و جل میفرماید که و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، ما عهد و پیمان بستیم به ابراهیم و اسماعیل که ایشان هر دو ان طهر بیتی للطائفین، ولد از عهد ما یعنی که همین بود که هر دو خانه مرا برای طواف کنندگان تازه بکنند و همچنین برای کسانی که عاکفین عبادت میکنند، در اونجا مشغول هستند، در اونجا میایستند، و رکوع سجود و برای رکوع کنندگان و سجود کنندگان باید را خانه را تازه بکنند. فیجب ان تطهر مکه من کل ما یخالف الاسلام، واجب است مکه از تمام این چیزایی که مخالف اسلام باشند تازه کرده شود. حتی یصدر منها الدین و الدعوه الى مشارق الارض و مغاربها، تا اینکه از همونجا صادر شود روی زند دین و دعوت به تمام مشرق و مغرب های زمین. لان الله بعث نبیه فیها، چون که الله سبحانه و تعالی پیغمبرش را محمد صلی الله علیه و آله را در اونجا مبعوث گردانید و بدأ دعوته فیها علیه السلام، و سرآغاز دعوت پیغمبر صلی الله علیه و آله در همونجا برقرار گشت. مکث النبی صلی الله علیه و آله فی مکه 13 سنه، جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله در مکه 13 سال ایستاد. منها 10 يدعو الى التوحید، از جمله 10 سال دعوت به توحید میکرد و انها عن الشرک، از شرک باز میداشت. ولم یؤمر بشیء غیر ذلك، غیر از اون به دیگه چیزی مأمور یا که لم یأمر یا که مأمور نشده بود یا که امر نمیکرد. لم یؤمر بصلاة، نه به نماز امر میکرد، ولا زکات ولا صیام، نه به روزه نه به زکات و نه به حج. بل كانت دعوته مقتصرة على التحذير من الشرك والامر بالتوحید، بلکه دعوت او چی بود؟ کفایت کننده بود به بیمکنانیدن از شرک و امر به توحید. یقول لهم، برایشان میگو قولوا لا اله الا الله تفلحوا، شما همین کلمه نیست اله بر حق مگر الله، این کلمه را ورد زبان کنید، عمل کنید به او، شما رستگار و نجات میابید. و هم یقولون، ایشان باشند در جواب چی میگوتن؟ اجعل الالهه الها واحدا، خود او همه معبودان را یک تا معبود قرار دهد. ان هذا لشیء عجاب، بدرس این یک چیزی تعجب آور است. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا كثيرا.